حاکمی هوس سیب می کند. به وزیرش 3 سکه می دهد و می گوید برایم سیب بیاور. وزیر به فرمانده قصر 2 سکه می دهد و می گوید برو با این سیب بخر و بیا. فرمانده به سربازش 1 سکه می دهد و می گوید برو سیب بگیر و بیار. سرباز پیش سیب فروشی میره و یخش رو میگیره و میگه آهای مرد دهاتی، چرا سر و صدا میکنی؟ بزنمت صدا سگ بدی گوشتم بندازم جلوی سگهای قصر؟ مرد باغدار به پای سرباز افتاد و گفت اشتباه کردم قربان، این بار الاغ حاصل 1 سال زحمت من است، این را ببرید و از جان من بگذرید. سرباز نصف بار سیب را برای خودش برداشت و نصف دیگه اش را به فرمانده داد. فرمانده نیمی از آن سیب ها را برای خودش برداشت و نصف دیگرش را به وزیر تحویل داد. وزیر هم نصف سیب ها را برداشت و نصف دیگر رو به حاکم داد. بدین ترتیب تنها 3 سیب نزد حاکم ماند. حاکم گفت 3 سکه طلا و 3 عدد سیب؟ رعیت پدر سوخته خوب پولی به جیب میزنند، مالیات را بیشتر کنید. و این گونه شد که فقیر فقیرتر و ثروتمند پولدارتر. حکایت مملکت ماست. برای دیدن حکایت‌های بیشتر پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.